آقای قاضیان عزیز، این کودک کشی در جمهوری اسلامی بارها گفته شده. جمهوری اسلامی میگه اسرائیل حکومت کودک کشه، فارغ از این که اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی قطعا مرتکب کودک کشی شده و نمیشه داده ها رو انکار کرد، اما به نظر میرسه که این نسبت که جمهوری اسلامی به اسرائیل میده به نحو اولا در مورد خودش صادقه. من مسئلم اینه که اگر کودک کشی در جمهوری اسلامی با توجه به آنچه که ما هم در کردستان در اول انقلاب شاهد بودیم، بعداً در سرکوب اعتراضات، چه مثلا در یک نمونه مشهد، چه در اسلام شهر که اینها کمتر در موردش گفته شده در زمان رفسنجانی، چه در آبان دیماه 96، چه بهار 97 شیراز، بیشتر شیراز، چه 98، چه 1401 به عنوان یک سیاست در نظر بگیریم، این سیاست بیشتر ناظر به شدت بخشیدن به وحشت عمومی، یعنی اینکه حکومت میخواد یک وحشتی رو در واقع حاکم بکنه، یا به صورت نمادین این نشانه ای از آینده کشی هست. آینده کشی به این معنا که هر حضور انسانی که چشمانداز متفاوتی از آینده ارائه بده، متفاوت از اون چه که جمهوری اسلامی اراده میکنه برای آینده، باید کشته بشه، باید از بین بره و حکومت با این کودک کشی این تایم میرسونه. حسین جان، جناب قاضیان. سلام قربان، سلام به همه کسانی که در این اتاق ما رو میشنون یا بعداً خواهند شنید. این پرسشی که شما مطرح کردید رو بد نیست از این جنبه هم بررسی بکنیم. ما میدونیم که چیزی حدود دست کم 70 اندی نفر کشته شدن از کودکان در اتفاقات اعتراضی شهریور به بعد، یعنی چیزی دست کم بیش از 10% از کشته شدگان. بنابراین وقتی داریم از کشته شدن کودکان صحبت میکنیم، از یک یا دو کودک حرف نمیزنیم، از تعداد زیادی کودک حرف میزنیم و این در مورد اتفاقاتی از این دست تا جایی که من میدونم رقم خیلی بالاییه و معنی سیاسی و امنیتی مشخصی هم میتونه داشته باشه که شما الان در پرسشتون به نحو تلویحی اشاره‌ای بهش کردید. ولی اگر این اندازه رو بخوایم بهش معنای سیاسی بدیم، یک جنبش برمیگرده به همون چیزی که خود شما هم اشاره کردید. سالهای ساله که نظام جمهوری اسلامی تبلیغ میکنه در مورد اینکه رژیم غاصب اشغالگر قدس یک رژیم کودک کشه و این اصطلاح رو به کرات استفاده کرده برای اینکه به اصطلاح این دناعت و شناعتی رو که پشت کودک کشی هست برجسته کنه. صرف نظر از اینکه این موضوع در مورد اسرائیل واقعیت داره یا نداره، سوالی که برای هواداران نظام سیاسی میتونه مطرح بشه اینه که خب اگر کودک کشی به عنوان امری شنی و چیزی که بیش از همیشه میشده در مورد اسرائیل گفت و اون رو مورد ملامت قرار داد صادق باشه، چرا در مورد جمهوری اسلامی صادق نباشه؟ گذشته از این که اسرائیل داره دشمنان به اصطلاح بیگانش رو میکشه، یعنی فلسطینیانی که بر سر خاک با هم دیگه جدال دارن، در واقع بر سر یک سرزمین با هم دیگه جدال دارن، در حالی که جمهوری اسلامی داره شهروندان خودش رو میکشه و این تفاوت بارز هم خودش نشانه دیگری است از این که منطق کسانی که هنوز میتونن از جمهوری اسلامی دفاع بکنن چقدر ممکنه عیبناک باشه و چقدر ممکنه که دستخوش تضادهای حل ناشدنی باشه. اما اینکه با وجود چنین تضادی هنوز کسانی میتونن از جمهوری اسلامی دفاع کنن، دست کم در این مورد خاص، اون وقت باید این بحث رو پیش کشید که معیارهای اخلاقی این آدم‌ها چگونه کار میکنه. این به نظر من نکته مهمیه در این زمینه. جنبه دیگر این موضوع اینه که تعداد زیادی کودک، بیش از 10% از قربانیان رو تشکیل میدن و این عده جرمشون این بوده که اغتشاش کردن و شما توجه دارید که کودکان و اغتشاش چگونه میتونستن با هم دیگه جمع بشن و کنار هم قرار بگیرن و اونا به سبب اغتشاش کشته بشن. میدونیم که یکی از تاکتیک هایی که جمهوری اسلامی به کار برده در همه این سالها اینه که مرز بین اغتشاش و اعتراض رو مخدوش کنه
و از طریق دادن تصاویری بگه که اینا اغتشاش میکنن، ولی هیچگاه نشده که نشانه هایی به ما بدن که بگن مثلا ما این تعداد رو که در حال اغتشاش بودن بازداشت کردیم. چیزی که اتفاق میفته اینه که یه عده به دلایلی که نمیدونیم نامشخص بازداشت میشن، اما عده‌ای کشته میشن. یعنی تیر به سرشون، بالا تنشون شلیک میشه، اگر فرصتی بشه البته به پا، و به این ترتیب اونا میشن اغتشاشگران. یعنی اغتشاشگران رو نمیشده بازداشت کرد، نمیشده دستگیر کرد، فقط باید به قلب و سرشون شلیک میشده تا کشته بشن. و اون وقت در میان اینا 10%شون در این اتفاقات اخیر میتونن از کودکان باشن. باز همین یک پرسشی روی کسانی که از نظام سیاسی کنون دفاع میکنن و باید بتونن برای خودشون دست کم توضیح بدن که چگونه میشه از این اقدام دفاع کرد. جنبه دیگری از این موضوع به نظرم بعد مذهبیشه. من این دوتا بعد سیاسی و مذهبی از این بابت میخوام بهش توجه بکنم که این روبروی مدافعان نظام سیاسی قرار بگیره، به دلیل اینکه کسانی که مخالف نظام سیاسی هستن، حتی اگر این اتفاقات هم رخ نمیداد، کم و بیش ممکن بود مخالف نظام سیاسی باقی بمونن. اما اونایی که مدافع این نظام هستن با چیزهایی مثل این چیزهایی که تا الان عرضش رو زدیم مدافع این نظام هستن. مثلا اینکه ما با اسرائیل دشمنیم و این نظام برحقی است که با یک رژیم غاصب داره میجنگه و اون رژیم کودک کشه و وقت نتونن کودک کشی نظامی رو که ازش حمایت میکنن توضیح بدن، یا اینکه چگونه با اغتشاش روبرو بشیم و چگونه کودکان رو اغتشاشگر بنامیم. اینم باز دوباره میتونه جنبه‌ای باشه که اونا باید به روی خودشون بیارن. ولی صرف نظر از اون بعد سیاسی، از بعد مذهبی هم مسئله مهمی. میدونید که شیعیان در واقع یکی از مهمترین روایاتی که برای سوزاندن دل آدم‌ها استفاده میکنن و به میان آوردن اشک و آه اشاره است به کودک کشی در واقعه کربلا و علی اصغر و علی اکبر در مورد کودکانی که در اون واقعه به شکل دلخراشی کشته میشن. صرف نظر از این که اون روایت چقدر دقیق و درست هست، ولی مهم این است که سالهای سال و بلکه قرنهای شیعه از خون این کودکان در واقع تغذیه کرده برای توضیح و تشریح آیین حسینی و مظلومیت خاندان حسین در کربلا و بر مبنای اون نوعی ستمگری رو در مخالفان خودش محکوم کرده و ستمدیدگی خودشون رو مایه اعتبار و ارج دونستن. حالا این پرسش به نظر من برای هر آدم مذهبی صادقی باید مطرح باشه که اگر ما به خاطر 2 فرزند خردسال از اهل بیت در کربلا گریه می کردیم و سینه چاک می دادیم، چطور میتونیم از قتل 70 اندی کودک در این اتفاقات ناراحت و نگران نباشیم و این رو نشانه ای از پشت کردن به مذهب ندونیم و از این آیین و دین ابراز بیزاری و نفرین نکنیم. میدونیم که کم کم این ماجرا داره گسترش پیدا میکنه. اقشار مذهبی هم به مرور متوجه شدن که باید از دین اینها و از آیین اینها بیزار باشن و نفرین کنن، ولی خب این نفرین و بیزاری هنوز انقدر گسترش پیدا نکرده و باز این در کنار اون کودک کشی سیاسی اسرائیلی ها و کودک کشی اغتشاشگران جنبه دیگری از یک مسئله اخلاقی رو روبروی هر کسی به ویژه مدافعان نظام سیاسی قرار میده که چگونه و با چه معیار اخلاقی ما کماکان میتونیم از این نظام سیاسی دفاع بکنیم. من فکر کنم این موضوع یکی از چیزهایی است که کمتر روش کار شده. شاید یکی از نقص‌های اپوزیسیون در این زمینه صرف نظر از بی‌تدبیری‌های سیاسی که داشتن، بی‌تدبیری در تبلیغات سیاسی است. برای اینکه این موضوع کودک کشی موضوع فوق‌العاده برجسته زمینه داره در فرهنگ مذهبی جامعه ما و به رو آوردن و زنده کردن این در قالب هنر و ادبیات و شیوه های تبلیغی مؤثر فوق‌العاده میتونه در لرزوندن اخلاقی آدم ها مؤثر باشه. برای اینکه چیزی که آدم ها رو ممکنه از جاشون تکون بده و از اون وضع قبلی به وضع جدیدی منتقل کنه اینه که احساس کنن که آیا
چیزی که پشتش وایسادن، کاری رو که دارن میکنن درسته یا نادرست. یعنی این پرسش اخلاقی به روشون آورده بشه. اگر کسی درگیر این پرسش اخلاقی نشه و وجدانش رو روبروی این پرسش نذاره، احتمالاً سر همون جایی که بوده باقی خواهد بود. بنابراین اگر نیروهای سیاسی میخوان چیزی رو تغییر بدن، آدم‌ها رو جابجا بکنن، به عده نیروی خودشون اضافه بکنن، ناچار باید روی این گرهگاه‌های اخلاقی دست بذارن و کودک کشی یکی از اون گرهگاه‌های بسیار مهمه. کمان که دید در مورد کیان پیرفلک، که حالا اگر همونطور که اشاره کردید میتونیم در جای دیگری در موردش بحث کنیم، چقدر این موضوع مؤثر شد وقتی که قالب‌های هنری و فرهنگی هم گرفت و البته خود اون مورد هم مواد و مسائل کافی برای این تبلیغات داشت. ولی به هر حال فکر می‌کنم این هم یک مشکل اساسی است در این زمینه، هم مشکل اجتماعی به این معنی که جنبه‌های اخلاقی در جامعه ما نم کشیده و کرخ و بی‌حس شده. در نتیجه باید یه جوری تکونش داد، به لرزه درش آورد و هنر و ادبیات تو این زمینه میتونن موثر باشن و کودک کشی و کشته شدن کودک معصوم و بیگناه یکی از اون جنبه هاست که به نظر من خیلی میتونه برای این منظور مفید باشه. اینا نکاتی بود که من به نظر میرسید در این زمینه بد نبود که با هم دیگه مطرح کنیم. جناب حسین قاضیان عزیز، برای این پرسش من دوباره طرح می‌کنم اگه احیانا دوستان تو این شرایط کلاب هاوس از دست داده باشن، مورد خاص کیان پیرفلک در اون چارچوبی که شما خودتون به لحاظ تحلیلی مدیریت جنایت اسم میبرید مایلیم در موردش صحبت بکنید. بفرمایید. ممنونم. امیدوارم رنج و درد خانم کورکور و سایر کسانی که در این ماجراها مورد ستم قرار گرفتن کاسته بشه. ببینید، یک جنبه از اون موضوعی که در مورد کیان پیرفلک رخ داده اینه که چطور جمهوری اسلامی مدیریت میکنه جنایت رو. فهمیدن این الگو به نظرم خیلی مفیده و در این مورد خاص هم میشه دید که این الگو صادق هست و بعد ما ممکنه بتونیم نشون بدیم که این الگو در سایر جا هم قابل استفاده است. فهمیدن این الگو از این نظر مهمه که ما هم هدفها و هم شیوه های این نوع مدیریت جنایت رو بهتر متوجه بشیم. ولی یه اشاره هم کردید به اینکه چرا موضوع کیان پیرفلک اینقدر مهم شد در حالی که موارد دیگه مهم نشد. یک بار هم در این مورد در این اتاق در موردش صحبت کردیم، ولی مورد خاص کیان پیرفلک یک نمونه خیلی خوبه برای توضیح این موضوع. بیایید کیان پیرفلک رو با همون محمد اقبال نایبزهی مقایسه کنیم. نوجوان 16 ساله که توی جمعه خونی زایدان کشته شد. خب ما یکی دو تا عکس بیشتر از اون نداریم، در حالی که از کیان پیرفلک ما ویدیوهای متعدد دیدیم، عکس‌های زیاد دیدیم و غیر از این که از این چیزها زیادتر دیدیم، خانواده‌اش درگیر این مسئله شده و به علاوه مواد و محتواهایی که از این ویدیوها عکس‌ها بیرون اومده قابلیت دراماتیزه شدن داشته. مثلا شما نحوه حرفهای اون آدم، کلماتی که به کار برده، اصلا خود لفظ رنگین کمان رو در نظر بگیرید که حالا غیر از جنبه زیبایی شناسانش چطور با تنوع، تکثر، با طیفی بودن، با مسئله جنسیت و رنگین کمانی ها که موضوع روز بوده ارتباط برقرار کرده و این عناصر کاملا امکان دراماتیزه کردن موضوع رو میده به هر کسی که بخواد روش کار بکنه. در نتیجه اگر اونجا به خاطرتون باشه 2 تا عنصر رو روش تاکید کردیم. یکی همین مسئله وجود مواد و مسائلی که امکان دراماتیزه کردن رو ایجاد میکنه و موضوع دوم که با این یکی ارتباط داره جنبه طبقاتی و به اصطلاح داشتن یا برخورداریه. در مورد محمد اقبال نایبزهی گفته شده که بزرگترین آرزوش این بود که بتونه بر خودش یک گوشی موبایل هوشمند بخره. شما الان همین یه مورد میتونه تفاوت‌ها رو چقدر آشکار کنه. کسی که خانواده‌اش قادر نبوده براش موبایلی بخره و خانواده با زندگی متوسطه، با زندگی مادری که معلمه در
ایزه که لااقل تونسته موبایلی داشته باشن، یه خانه‌ای داشته باشن، بتونن برای بچهشون یه امکاناتی فراهم کنن. با اینکه اینجا باز بین دارا و نداره خیلی با فاصله حرف نمیزنیم، اما نشون میده که یه مقدار تفاوت طبقاتی چقدر داشته ها رو متفاوت میکنه و این داشته ها بودن در جهان رو، وزنش رو عوض میکنه. یعنی وزنی که کیان پیرفلک و خانوادهش در این جهان دارن با وزنی که محمد اقبال نایبزهی و خانوادهش دارن به کلی متفاوت میشه. اساسا اندازه حضورشون در این جهان متفاوته، چون بخشی از حضور در این جهان متکیس بر اون داشته ها، یعنی بودن روی داشتن سوار شده. افرادی که بیشتر دارن انگار بیشتر هم در این جهان هستند و چون هستند ما هم میبینیمشون و چون هستند این بودنشون این امکان رو میده که مواد و مصالحی تولید کنن و مواد و مصالحش رو به چشم ما بیاد. اینجاست که یه موردی مثل کیان پیرفلک میتونه به خاطر هم اون داشته ها که مصالح فراهم میکنه و اون مصالح که امکان دراماتیزه کردن موضوع رو فراهم میکنه، مجال این رو به وجود میاره که خیلی گل کنه و به اصطلاح تبدیل بشه به گل شکوفای کودکانی که کشته شدن در این موضوع. اما در مورد اون مدیریت جنایت من میخوام بگم که این الگو چگونه کار میکنه. ببین، اگر فرض کنیم که جمهوری اسلامی برای توجیه و مدیریت جنایت هایی که میکنه یه عده مخاطب در نظر داره، چون قراره که این اتفاقی که رخ میده، جنایتی که مرتکب میشه، به گونه‌ای جلوه داده بشه که هدفهاشو برآورده بکنه و این هدفهایی هستند که در ارتباط با مخاطب مطرحن. درست مثل یک رسانه که مخاطب رو در نظر میگیره، هر نوع تبلیغات سیاسی هم یک نوع مخاطب رو در نظر میگیره و بخش مهمی از مدیریت جنایت، مدیریت تبلیغات سیاسی مرتبط با اون جنایت. حالا غیر از اعمالی که در صحنه رخ میده، مثلا اینکه چطور بزنن، چطور بکشن، از چه اسلحه‌ای استفاده کنن، کجا استفاده کنن، در چه زمانی استفاده کنن، اونا مدیریت صحنه است برای جنایت. اما در این حال باید این جنایت به گونه‌ای به اصطلاح آرایش داده بشه و تزیین بشه که قابل فروش باشه، یعنی به مخاطب بشه اون رو فروخت. اما چه مخاطبی؟ ببینید، بیاید این طیف 4 دسته لااقل از مخاطبین رو در نظر بگیرید. از یک سر طیف که مخالفان جمهوری اسلامی هستند تا برسیم به سر دیگر طیف که موافقان جمهوری اسلامی هستند و فرض کنیم که بین این دوتا 2 گروه دیگه هم قرار دارن. گروهی که مرددن، یعنی نمیدونن که به سمت موافقان جمهوری اسلامی بغلتن یا به سمت مخالفان، و گروه دیگری که بی‌طرفن و میخوان که بی‌طرف بمونن، یعنی نمیخوان طرفی بگیرن نسبت به مخالفان و نسبت به موافقان. ببینیم جمهوری اسلامی برای هر کدوم از اینا چه ایده‌ای داره و اساساً مواد و مصالح تبلیغات سیاسیش متوجه چه گروهیه. من فکر کنم ما اغلب در یافتن مخاطب اصلی دچار اشتباهاتی میشیم. ببینید، در مورد مخالفان به نظر من جمهوری اسلامی براش ذره اهمیت نداره. یعنی این تبلیغات به هیچ وجه برای قانع کردن مخالفان، نمیدونم مردد کردن اونها نیست. اون فرضش بر اینه که این مخالفان مخالف هستن و مخالف خواهند بود، بنابراین اونا رو نمیخواد تغییر بده. به همین دلیل که گاهی اوقات شما مواجه میشید با دروغ‌هایی که مطمئنید دروغه و اون هم میدونی که شما میدونید دروغه، ولی با اصرار اون دروغ‌ها رو میگه. به همین دلیل که قرار نیست شما رو قانع کنه، قرار کسانی رو قانع کنه که یا اون دروغ‌ها رو حاضرن بپذیرن یا فکر نمی‌کنن اساساً دروغی گفته شده. اما اگر کسی فکر کنه اینا دروغه و قرار باشه باور نکنه، اساساً اون تبلیغات به جایی نمیرسه. بنابراین گروه مخالفان گروه هدف تبلیغات سیاسی نیستن. اما اون گروه‌های دیگه چطور؟ جمهوری اسلامی میخواد اون مرددها، اونایی که نمیدونن به سمت مخالفان میان یا به سمت موافقان، نرن به سمت مخالفان و میخواد اونایی که بی‌طرف هستن کماکان بی‌طرف بمونن، دست کم، نه به اون سمت برن نه به این سمت بیان، سر جای بی‌طرفی خودشون باقی بمونن. و از موافقانش میخواد که
با استفاده از این مواد و مسائل تبلیغاتی که فراهم میکنه بیشتر و بیشتر ازش حمایت کنه. پس این 3 گروه هن که در واقع مورد خطاب این تبلیغات سیاسی هستن برای مدیریت بازنمایی جنایت. اما چی کار میکنه اینجا؟ ببینید در همین مورد کیان پیرفلک بیایم ببینیم چی کار کرده. اولین کاری که میکنه مخدوش و مخشوش کردن اطلاعات، یعنی اطلاعات متضاد، متفاوت، الکی، حاشیه‌ای، تعداد زیاد میده بیرون از جاهای مختلف. در گاهی اوقات ما هم بدون اینکه متوجه باشیم ممکنه استفاده کننده و توزیع کننده این مواد و مسائل مخدوش کننده و مخشوش کننده باشیم، به دلیلی که در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی یک نوع رقابت وجود داره برای اول بودن، درست همونطور که بین رسانه‌های همگانی هست، و در نتیجه افراد ممکنه خریدار چیزهایی بشن که واقعیت نداره، اما با قصد مخدوش کردن اطلاعات یا مخشوش کردن اطلاعات وارد فضای اطلاعاتی میشه و افراد بدون که متوجه باشن توزیع کننده اونها میشن. یکی از اولین چیزهایی که جمهوری اسلامی گفت اینه که تروریست ها کیان پیرفلک و خانوادش رو به گلوله بستن، جوری که مثلا از قول داعش گفتن که موقع رفتن به منزل دچار حمله تروریستی شده. این تو صدا سیما گفته شد. بعد گفتن که مثلا از درگیری‌های طایفه‌ای بوده، مجاهد کورکور این کار کرده، خود اغتشاشگران بهش حمله کردن، میخواستن کشته سازی بکنن، ضد انقلاب بهش شلیک کرد که الان یه نمونهش رو شما گفتید، یا در موارد دیگری در مورد خودکشی و پرتاب از بلندی و پریدن از بلندی و اینها هم موارد زیادی رو شنیدیم، تصادف با ماشین. خب همه اینا چیه؟ برای اینه که من و شما رو که ممکنه مخالف جمهوری اسلامی باشیم و قانع کنه. نه، اینا برای چه کسانی است؟ برای همون 3 گروه دیگر. چی کار میکنه برای اون 3 گروه دیگر؟ کاری که برای اونها میکنه اینه که اونها رو بهشون این اجازه رو میده تا در پناه این اغتشاش اطلاعاتی، در پناه این مخدوش بودن اطلاعات، در پناه این که معلوم نیست واقعیت انگار چی هست، پناه بگیرن. توی این سنگر پناه بگیرن که ما که نمیدونیم چی بوده، که شاید اینطوری که اینا میگن نباشه، شاید اونطوری باشه، گفتن که اینطوریه. این تردید و ابهام دقیقاً مواد و مصالحی است برای مرددها که توش سنگر بگیرن که نه این ور برن نه اون ور بیان. برای بی‌طرف ها هم مواد و مصالح خوبیه برای اینکه سر جای خودشون بمونن. اونا برای اینکه تغییر بکنن به چیزی بیشتر از اینا نیاز دارن و مخدوش شدن فضای اطلاعاتی کاملا امکان میده که این 2 گروه کماکان سر جای خودشون بمونن، تکون نخورن. کار دیگه ای که برای تشدید این ماجرا میکنه و اضافه کردن اطلاعات، دادن داستانهای جدیده. مثلا اینکه خانواده رو تحت تاثیر قرار میده، اونا بیان یه داستان الکی دیگری سوار کنن زیر فشار در تایید اون مدیریتی که دارن نسبت به اطلاعات میکنن. مثلا قرار جلوه داده بشه که این رو خود اغتشاشگران کشتن، بنابراین خانواده باید بیاد اعتراف کنه که این رو اغتشاشگران کشتن، یا در یه جای دیگه طرف رو از بلندی پرتش کردن یا به یه دلیل دیگه کشتنش، حالا باید خانواده بیان اعلام بکنن که از بلندی پرت کرده یا خودکشی کرده یا هر چیز دیگه. اونا برای چیه؟ باز دوباره برای همون تشدید اون حالت اغتشاش و مخدوش کردن اطلاعات، اما با ضرب و زوری بیشتر. چرا؟ چون اینجا دیگه یک منبع نامشخص نیست که داره اینو میگه، خانواده خود این قربانیان هستن، کسانی هستن که نفع عاطفی دارن و وقتی خودشون دارن اینو میگن من و شما وقتی دیگه چی کار هستیم؟ این اون ترفند عاطفی است که کمک میکنه اون افراد مردد و افراد بی‌طرفی که میخوان پناه بگیرن در سنگر مخشوش بودن اطلاعات از این امکان استفاده بکنن، بگن خب خانوادهش خودش داره اینطوری میگه، شما دارید چه حرف اضافه میزنید؟ وقتی خانوادهش که بچهشون کشته شده داره اینو میگه، شما دیگه حرفتون درست نیست. این دوباره اون سنگر و پناهگاه رو برای اونها قوی تر میکنه. بقیه ماجرا هم همینطوره، مثل ماجرای مدیریت دفن، اینکه در مزار چه اتفاقی بیفته، عزاداری‌ها چه جوری بشه، کیا رو تهدید کنن، کیا رو محدود کنن، امثال اینها هم باز دوباره ادامه در واقع این مدیریت اطلاعاتی. اما اینا فقط برای این 2 گروه وسط نیست،
یک گروه مهمتری که در اینجا قرار دارن موافقان اتفاقا رژیم هستن. یعنی بخش مهم و اساسی این تبلیغات برای موافقان رژیم سیاسی است. چرا؟ چون رژیم کنونی میدونه که نمیتونه اندازه کافی برای جذب کسانی که میخوان موافق باشن، نمیتونه نیروی کافی جذب کنه. در نتیجه باید رو همین نیرو سرمایه گذاری کنه تا این نیرو نگریزه، نره به سمت بی‌طرف‌ها یا مرددها و در نهایت به سمت مخالفان. چجوری باید این کارو بکنه؟ باید کاری بکنه که یک، اونها بتونن از این جایی که هستن دفاع کنن. چجوری؟ مثلا از لحاظ اخلاقی، از لحاظ اطلاعاتی. این مواد و مسائلی که من اشاره کردم کاملا خوراک این عده است. به همین علته که میزنه چندین 100 نفر آدم رو چشمشون رو کور میکنه و بعد از یه مدتی داستان رو به گونه‌ای عوض میکنه که شما بتونید رو بیلبوردها مشاهده کنید که این دروغ بوده که عده‌ای گفتن کور میشن، اینا همش الکی بوده. و همین واقعه رو توی کلاپاس هم شما میتونید ببینید. یعنی بعد از چند ماه که این حوادث داشت رخ میداد و هنوز داستان مدیریت نشده بود، جنایت مدیریت نشده بود، این افراد حضوری نداشتن. ولی بعد که مدیریت میشه، این اطلاعات میاد، ذهن آدم مخدوش میشه، سنگر اخلاقی موجهی برای پناه گرفتن توش پیدا میشه، اون وقت این داستان ها عوض میشه که نه اینا رو خودتون کشتید، خودتون زدید کشتید، چشما که الکی بود، اینا میگفتن کور شدن و نمیدونم اونجا این کارو کردن، اونجا این کارو کردن، اون یکی تکون خورد، یکی چشاش باز شد. دقیقاً اینها مواد و مصالحی است برای مدافعان نظام سیاسی که دلایل اخلاقی موجهی برای خودشون داشته باشن برای اینکه پشت نظام بایستن. چگونه؟ از طریق اتفاقا اتکا به همین اطلاعاتی که تولید میشه. این که مادرش خودش اینو گفته، نمیدونم تروریستا حمله کردن، خودتون کشتید، اون یکی اینطوری شد و انواع و اقسام اون اغتشاش های اطلاعاتی و اون خدشه هایی که وارد اطلاعات شده. یعنی اون مواد و مسائل در واقع فراهم شده برای اینکه سنگرهای اخلاقی درست کنه برای مدافعان نظام سیاسی و اونا با اتکا به اون از شرمندگی دفاع از جنایت بتونن در بیان. شما اینو در جاهای مختلف این الگو رو میبینید. مثلا در مورد کشتار 67 این داستان درست کردن که اونا پتو آتیش زدن، شورش کردن، میخواستن با نمیدونم مجاهدین خلق که حمله کرده بودن تماس بگیرن، نمیدونم از تو زندان قضایا رو تغییر بدن، اینا ترور کرده بودن. ده ها داستان برای اینکه شما بتونید از اون جنایت دفاع کنید. و اگر این الگو رو دنبال کنید میبینید در بسیاری از جاها تکرار شده. پس اگر ما به این موضوع توجه داشته باشیم که هدف اساسی اغتشاش اطلاعاتی و خدشه در اطلاعات و شلوغ کردن فضای اطلاعاتی برای اینه که برای مدافعان نظام جمهوری اسلامی سنگر اخلاقی موجهی برای حفظ موضعشون و تکون نخوردن جاشون پیدا بشه. یک. دومی که بی‌طرف‌ها به سراغ مرددها نرن و مرددها به سمت مخالفان ریزش نکنن. وقت به نظرم میشه فکر کرد که مخالفان جمهوری اسلامی چطور میتونن از این الگو استفاده بکنن برای اینکه راه خودشون رو پیش بگیرن. امیدوارم توضیحاتم زیادی نبوده باشه.